قالینای افغانی از 1 متر تا 200 متر قالین شرکت خودمون تولید میکنه. کی تولید میکنه؟ امو غریب بیچاره که در خانه شیشته، امو سیاسره که دیگه جای دست دراز نمیکنه، بیوه است، یتیم داره، اونا بدون چی نداره، صرف در خانه میشینن، همین زحمت میکشن. این قالین صنعت دست اونمو زن بیچاره هستن. قالینای وطنی ما بیشترن در شمال افغانستان بافته میشه و مخصوصا در شهرستان‌های آقچه و اندخوی بافته میشه که شهرت جهانی داره. از جمله در سال 1365 بود که رتبه اول هم امی دو منطقه ما گرفته بود. قالینی که شما میبینید این قالین از پشمای وطن ما شما استفاده شده که به نام کاشی نقشه یاد میشه. کاشی نقشه. بله. و این قالین هم از پشم وطنی ما شماست که ولایتی نام داره. این به نام علب اخمل یاد میشه. سر قالین علب اخمل. 3 روز بودم شیره نمایشگاه ما. دم 3 روز این آخر دومیش 1 روز مونده. همین نمایش خوب گذشت که از ما. اینجا محفل گرفته بودیم. بسیار نفر آمده بود. از خاطرمو نمایش خوب است، بد نیست. سلام عزیزای دل، امیدوارم در هر کجایی که هستین جور صحتمند، سر حال و لباس عافیت برتان داشته باشین. عزیزای دل، امروز ما در قوای مرکز آمدیم، در مارکت نجیب زریاب. اینجا نمایشگاه قالینچه و قالین است، یعنی تولیدات وطن و موتوری صنایع دستی است که می‌خواهیم که در اینجا معلومات حاصل کنیم در مورد اینجا و این نمایشگاه از اول حمل تا سوم حمل اینجا باز است و امروز که دوم حمل است. می‌خواهیم که بریم و بپرسیم. لطفاً ما را همراهی کنید. سلام راجان، خوب هستین؟ بخیر؟ سلام علیکم، شما خوب هستین؟ تشکر. سال نو گذشته تان مبارک. سلامت همچنان از شما مبارک باشه. بخیر باشین. نامتان؟ محمد ظاهر هستم. محمد ظاهر جان، چطور است وضعیت کاروبارت؟ اینجا دکان دارین؟ شما صاحب دکان هستین؟ بله، صاحب دکان هستم. خب اینجا نمایشگاه است. این روز از دیروز اینجا شما یعنی سال نو نداشتین که اینجا نمایشگاه باز کردین؟ ما جشن سال نو با نمایش قالین گذاشتیم. اینجا از تاریخ اول عمل تا سوم عمل قالین به نمایش گذاشته میشه. شما اکثرا میبینید که مارکت عموما بسته قالین فرسته به نمایش گذاشتیم قالین را. آهان، باز شما هر سال این کارو میکنین یا تنها امسال؟ امسال تجلیل کردیم ما. آهان، تنها امسال تجلیل کردیم و ای که مشتری چقدر آمدن و ای که بیننده میگن یا بازدید کننده چقدر داشتن؟ والا خوب است، مشتری هم میاین، کسایی که میتونن آزاد اشتراک کنن از سفارتخانه ترکیه میاین، از خارجی ها میاین. دینه روز اینجا زیاد بیروبار بود دیگه، به حساب از قالینای دستبافت وطنی دید میکردن. بسیار عالی. خب باز از ساعت چند تا چند اینجا باز مایین و اینا فقط برای نمایش است؟ در طول زمانی که نمایشگاه باز است یعنی باز تخفیف هم داره؟ چه قسمی است؟ بله با تخفیف ویزا از ساعت 8 تا شام دیگه به حساب
تا 6 بجه دیگر آز است مارکت. بله. آهان خب باز شما تخفیف هم اینجا چی شدین، یعنی چقدر تخفیف، چند درصد تخفیف قائل میشه برای مشتریان؟ 30% هم است، 40% هم است، تخفیف 50% تخفیف است. باز اون نظر به قالینی که قالین شمالی میگن، قالین چی میگن، از خاطر است یا که زمو دبلی و نازکی چی قسمیش؟ نه قالین که است با جنس‌های مختلف است، نظر و قیمتش است. بله. بسیار عالی، تشکر. خب چیزی گفتنی باشه ببینید. سلامت زنده باشین، خوش آمدین. تشکر از شما. بخیر باشین. سلام بدر جان، خوب هستین؟ بخیر. علیک السلام، خوش آمدید میگم در مارکت تجارتی نجیب زراب مارکت. خوش باشین، سلامت باشین. سال نو گذشته‌تان مبارک. تشکر. سال نوتان مبارک. شما سال نو تازه شد و کل وطنداران مبارک میگم. سال نو. بسیار تشکر. چطور است وضعیت کاروبارت و اینکه نمایشگاه از روز به نظر ما آغاز کردین چه قسم است؟ تشکر. ما این سال بسیار سال نیک مد نظر گرفتیم، سال پر خیر و پر برکت. به می مناسبت ما یک ابتکار کردیم، مارکت تجارتی نجیب زراب با همکاری اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان که یک چنین نمایشگاه در سطح افغانستان ما داشته باشیم که همه مردم از این آگاهی داشته باشه، در ضمن قالین به مردم تعریف کنیم. قالین چی است؟ قالین صنعت دست کشور است، قالین افتخار وطن است. به می ارتباط ما خواستیم که قالین نمایش بدیم به مردم خود، به دنیا در جهان نمایش بدیم که صنعت ما افتخار ماست. بسیار عالی. خب شما اینجا خودتان دکانم دارین و که گفتین مسئول هم هستین، هر ساله اینجا مثلا نمایشگاه میگیرین یا که در طول سال است دیگر سال ها چه قسمی است؟ تشکر. ما هر ساله نمایشگاه میگیریم در دیگر جای، چون این سال حکومت امارت اسلامی با ما موقع دادن، امنیت گرفتن. ما با تمام شوق و ذوق، با تمام انرژی خود چنین نمایشگاهی داشتیم که در سطح کشور بی‌نظیر بود و از کلگی دوستا و زحمت کشیدن که برسه نمایش و برسه حساب آمادگیشان تشکری میکنیم و چنین نمایشگاه قالین در سطح افغانستان نبود دانست که ما این انجام دادیم و نمایش دادیم. ماشاءالله فروشات هم خوب شد نسبت در قبل که پیش از نمایش. حالا بسیار تغییرات آمده. بسیار عالی، بسیار عالی. خب باز شما گفتین که امنیت گرفتن، یعنی هر سال شما امنیت خوب نبودن از خاطر نمایش در دیگه جای میگرفتین یا که امسال امنیت خوب بودن از خاطر اینجا گرفتین در داخل مارکت؟ خوب بودم، خوب نبودم، منتها بهترتر شده از این. و دوم دیگه ما خود ما تولید داریم قالینای افغانی، از 1 متر تا 200 متر قالین شرکت خود ما تولید میکنه. کی تولید میکنه؟ امو غریب بیچاره که در خانه شیشته، امو سیاسره که دیگه جای دست دراز نمیکنه، بیوه است، یتیم داره، اونا بدون چی نداره، صرف در خانه میشینن، همین زحمت میکشن. این قالین صنعت دست اونمو زن بیچاره هستن. بسیار عالی. خب شما کارخانه دارین یگان جای مشخص یا که فقط مردم میبافن میارن در شما میفروشن که در نمایشگاه بندن؟ هم کارخانه داریم، هم میبافن میخریم. ما در چند ولایت کارخانه تولیدی داریم، خود ما مواد میتیم، خود ما نماینده داریم، بافنده داریم، در اونا تقسیم میکنیم و از بازار آزاد هم همچنان خود ما میخریم. آهان بسیار عالی. یعنی مال گیج شدیم سنسه. شما باز اینجا از قالینای کلان دست باف است یا که ماشینی و چیزا هست؟ از ما قالینای ما در این مارکت که فعلا در مارکت عمده فروشی نجیب زراب مارکت قالین است، عموما کلش بافت دست است، بافت دست افغانستان است. قالین گلم همش. گلم هستم اینجا؟ گلم هم داریم، بله. گلمای قلموری داریم، میمنه، گلمای ایراتی داریم، گلمای سوزندوزی داریم، گلمای سرپولی داریم. ما بسیار گلمای بسیار مقبول هم داریم، بله. در ضمن که قالین است گلم هم داریم. آهان بسیار عالی. خب چیزی گفتنی باشه برای ببیننده ها، چون سوال خیلی زیاد است، برای دیگران اجازه بانیم که از اونام سوال کنیم. تشکر. یگانه چیز گفتنی دارم از وطندارای خود، از بیننده های چینل شما. تقاضای ما میست که این باور داشته باشین که صنعت ما هویت ماست، صنعت دست ما که افتخار وطن است. بیاین کوشش کنیم که از این یک متر از این اگر ما و شما خریداری کنین
فکر کنید که همین کمکتان دمو غریب بیچاره در دیهات دو همکاری کردگی می باشیم. به می خاطر ما در افغانستان ماندیم به مخاطر 4 تا غریب بیچاره که در قرا و قصابات قالین می بافند، عرق میریزن. ما صنعت از او در شما تقدیم کنیم و شما از فرشای ماشینی، از فرشای پلاستیکی، فرشای گازی دست وردارین، چی در خارج هستین چی در خارج داخل هستین، از صنعت خود استفاده کنین که باعث رشد و ترقی کشور شد. بسیار تشکر، بخیر باشین. تشکر. خوب هستین؟ بخیر میدن؟ شکر الحمدلله همچنان. تشکر. سال نوتان مبارک. سال نو شما و تمام وطندارای عزیز ما مبارک. سلامت باشین. چطور است وضعیت کاروبارت و دکاندار است فکر کنید؟ بله یا دکاندار هستیم که اینجا در مارکت نجیب ظریف در قوای مرکز دکان داریم. کاروبار خو یک 3 روز میشه که دیروز و امروز که فردا مهلت داره که یک نمایشگاه قالین است، برای همین 3 روز خوب است، ولی در گذشته چون یک ذره تحولات آمد و قدر کسب و کار و بازار نسبت به گذشته خوب نبوده، ولی امیدوار هستیم که در آینده خوبتر شود از این وضعیت کرده. یعنی شما دکان از خودتان است اینجا کار می‌کنین یا که شریک هستین کسی؟ نه، دکان از خود ماست. قالین فروشی پسران حاجی محمد اکرم فاریابی که دکان از خود ماست و ما در اینجا قالین فروش هستیم که عموما قالینای وطنی می‌فروشیم. قالینای وطنی باز گلیم میگن چی میگن؟ گلیم هم میفروشیم که گلیمای غلموری و گلیمای غزنی که بیشتر گلیمای ساخت فاریاب است که گلیم هم ما داریم باز در اونجا و دیگه عموما قالین میفروشیم. قالینای وطنی که در سمت شمال در مناطق ترکستان بیشتر تولید میشه، توسط دوشیزگان افغان بافته میشه و از او قالینا ما بیشتر میفروشیم. باز زیاد فکر کنم قالینای طرف شمال خیلی نام داره در خارج از کشور و که میگن که محبوب هستن، زیاد در فروش میرسه. در داخل از کشور بیشتر در فروش میرسه که کسایی که میخرن در خارج از کشور میبرن. که شما گفتین که تجارایی که در خارج از کشور هستن هم با اونها هماهنگ کردین نمایشگاه برانداختین. چه قسمی؟ خب قالینای وطنی ما بیشتر در شمال افغانستان بافته میشه و مخصوصا در شهرستان‌های آقچه و اندخوی بافته میشه که شهرت جهانی داره، از جمله در سال 1365 بود که رتبه اول هم امی 2 منطقه ما گرفته بود. قالینای ما بیشتر در داخل هم به فروش میرسه و خود ما یک شرکت صادراتی داریم که شرکت تولیدی و صنعتی روح الله رویین است که به خارج هم ما نمایندگی در کشور ترکیه، قزاقستان و ازبکستان و پاکستان هم داریم که در اونجا هم قالین انتقال میتیم و مفروشیم و در کنار او بیشتر شهروندای خارجی از کشورهای اروپایی در نمایشگاه های ما میآیه و از اینجا قالین میخرند. بسیار عالی. یعنی هم در داخل هم در خارج کشور در کلا فروش است دیگه؟ بله یا در عموما در خارج و در داخل کشور به فروش میرسونیم چون خود ما کارگاه تولیدی داریم و از امو مراحل که پشم ما میخریم به دوشیزگان افغان در شمال توزیع میکنیم، اونا در کارگاه های خود از پشم استفاده میکنن و قالین بر ما تولید میکنه تا اینکه او ششت میشه، پرداز میشه، تکان میشه. کارخانه ششت هم ما داریم در مزار شریف، تماما کارهایش خود ما انجام میدیم و بعد تا اینکه به مغازه میرسه خود ما هم به بازار عرضه میکنیم. که اخیراً ما یک سال بزرگترین سایز قالین در افغانستان خود ما ساختیم که در 20 است که در حدود 200 متر مربع قالین می باشه که یک لخت یک سایز است که ما ساختیم در سطح افغانستان. تنها شرکتی که این سایز قالین ساخته شرکت صنعتی روح الله رویین می باشد. بسیار عالی، تازه خبر شد. خب چیزی گفتنی باشه ببیننده ها؟ بر بیننده های عزیز ما عمیقا میگیم که سال نو تبریک میگیم و امید که یک سال نو با بهار نو باشه و همه وطندارای ما در هر گوشه که هستن آرام باشن، سرفراز باشن و با وقار باشن. تشکر. بخیر باش. سلام برای جان، خوب هستین؟ بخیر. سلام خدمت شما، خدمت همکار شما. اسم نصرت الله فروتان تخلص میکنم، یکی از قالین فروشای شهر کابل هستم. بسیار عالی. خب سال نوتان مبارک. اولا که امیدوار هستم که سال خوبی را آغاز کرده باشین. شما زنده و سلامت باشین، از شما مبارک باشه، از همکارتان مبارک باشه. ما امیدوار هستیم که یک سال نو خوب پیشرو داشته باشیم، یک سال نو پر از امنیت پیشرو داشته باشیم. تشکر، سلامت باشین. شما اینجا
این غرفه است یا خیمه تورول گفتین اینجا این تازه مثلا خواستین که رسم کنین یا که از قبل رسوم بوده چه قسمیه میشه که در موردش بگین؟ عمدتاً در نمایشگاه عمومی در نمایشگاهی که در محضر عام استفاده میشه از این خیمه زیادتر استفاده میکنن. سامپل از گرفته شده است از امو چیز ترکی تغرول یا به نام ما شما به نام خانه سیاه یاد میکنیم. بسیار خوبش است. در حساب نمایش بسیار خوبش است. یعنی ما در افغانستان هم از این خانه قبلا بودن قبل از فیلم تغرول و چیزا هم از استفاده میشدن. کدام قوم استفاده میکنن و در کجاها مثلا زیادتر به کار میبرن؟ دقیقاً یا تقریبا چند سال پیش هم از این خیمه استفاده میکرد. از زمان چنگیز به این طرف تیموریان این طرف از خیمه زیادتر استفاده کردن مردم شمال ما شما. باز این بازمستان باز چکاک و چیزا نمونن؟ عمدتاً سر از این رفت پلاستیک یا میگیرن باز اگر نگیرن چکک میکنن. دقیقاً چکک میکنن. نمد زیاد استفاده شده. مقصد در گرمی بسیار خوب خیمه است. حساب نمایش با حساب نمایشی که خیلی زودم به نظر برپا میشه دیگه ای که کسی بخواین مثلا یک جایی برای موقت بشینن در دشت و چیزا خیلی زود برپا میشه یا نه؟ بله زیاد خوب جورم میشه و زود بسیار چیز آسان است سبک است و جمع میشه زود چاندان میشه. در مورد قالجه ها بگین که دیگه دکانا که ما رفتیم کلا قالجه کلان مثلا در فروش مانده بودن ای که در نمایش مانده بودن. شما از قالجه های خرد اینا چه قسمی هستند و چی استفاده میشن و قیمت های از اینا چقدر است؟ بسیار زیاد تشکر. بسیار سوال خوب کردین. سوال زیباست. به خاطر از اینکه جای محدودی مکان ما شما یک ذره خرد است. مکان مناسب نیست که ما قالینای کلان یا بریم انوار بکنیم. به خاطر سامپل اینجا ما 1 متر و 1.5 متر خود آوردیم. باز ما از این قالینا از 6 متر گرفته 9 12 18 20 تا 120 مترش داریم. این سر به خاطر از این نمایش دادیم که جای مکانش نیست. جای بسیار کلان کار داره و قالینای کلان یک سامپل است. باز در مشتری اگر قالینای کلان کار داشتن ما در خدمت هستیم. باز در گدام میبریم میشن. خب باز اینا همونطوری هستن یعنی اینا خرد و کلان دارن که شما فقط خردایش آوردین؟ بله ما صرف یک به قسم سامپل از قالینای خرد استفاده کردیم اما کلانش در گدام خود داریم. یعنی قالینه که شما میبینید یعنی قالین از پشمای وطن ما شما استفاده شده که به نام کاشی نقشه یاد میشه. بله و این قالین هم از پشم وطنی ما شماست که ولایتی نام داره. این به نام علب اخمل یاد میشه. بسیار قالین علب اخمل. علب اخمل یاد میشه. بسیار قالین زیباست. سومیش ایرم فقط متفاوت است. نه خیر متفاوت است. ایرم کاشی نقشه است. یک اندازه رنگ دیزاینی که داو کار شده در یک دو سه رنگ زیادتر کار شده. بسیار رنگک مقبول است. ایرم عمدتاً مردم چیز بسیار خوش داره. طرف سویدن یا بسیار خوش میکنه. در خارج استفاده کنه؟ بله در خارج زیادتر خوش میکنه. همین نقشه را. در مورد از یونیفرم تان بگین که مربوط قوم خاص میشه یا در فصل خاص استفاده میشه چه قسم است؟ دقیقاً بسیار سوال خوب کردین. این یونیفرم معمولا هم ازبک تبارای ما شما یا مردمای ترکمن ما شما زیادتر استفاده میکنن. حالا مردم ازاری ما شما از استفاده میکنن یا نمایش اساسی از است که فقط هم سمبل سابقه قالین فروشار نشان میده. آهان باز این از چی تهیه میشه؟ یعنی شما که لباس تابستانی تهیه کردین از ظاهر این باز از نمد و از قبلا مردم چه قسم تهیه میکردن از چه چیزی؟ ما خیره به قسم یک سامپلی را جور کردیم به تابستانی جور کردیم. بسیار نازک است اما این میشه از نمد چیزا سابق از نمد چیزا استفاده میکردن. اما این تابستانیش است. آهان خب کلاهتان چطور از چی ساخته میشه؟ کلاهی که فعلا ما در سر دارم همچنان و کلاهی که خودت هم در سر داری سابقا هم زیادتر از استفاده میکردن. مردمای قدیم ما شما ازبک تبارا زیاد استفاده میکردن. اینا باز از پشم هستن از پوست یگان حیوان هستن از چی تهیه میشن؟ دقیقاً میگم پشم هم دیگه پوست حیوان. نه قدیما چه قسمان خب بیشتر پشم که نه تقریبا از تار و چیزا استفاده میکنن. قبلا چی استفاده میکنن؟ قبلا پشمای گوسفند زیاد استفاده میکردن. از پشم گوسفند؟ خب باز اینجا فکرم در پیش غرفه شما بود یک جای دیگه هم بود فکرم دیدم پوست حیوان هم بودن. اونا برای چی استفاده میشن؟ پوست حیوان استفاده میشه و معمولا چیزا که استفاده شده از پوستای قطعا زمین ما شما استفاده شده. بسیار مقبول است.
خوب میگه برای همیشه استفاده کنین. باز برای تابستان ها اینا اذیت نمونه، یعنی زیاد رقم مونن که فقط زمستان ها مردم استفاده میکنن. این صرف ما به خاطر اینکه که فعلا یک سامپل هم چیزم سابقه ما رو شما رو نشون بده، اینا پوشیدیم، اما نمیشه که آدم در تابستان از این استفاده بکنه به خاطر گرم است بسیار. از خودت هم گرم است، این از ما هم گرم است. این برای زمو ملکای سرد و سیر دیگه خیلی خوب، از زمستان خیلی خوب گرم میگیره. بله بله بله. خب چیزی گفتنی باشه برای بیننده ها؟ سلامت باشین، خدا کمتون نکنه، بسیار زیاد خوش آمدین، صفا بردین. ما امیدوار از این داریم که در وطن ما شما یک صلح سرتاسری بخیر، یک امنیت سرتاسری ده در وطن ما شما خداوند بیاره و ما فروشات داشته باشیم و مردم ما شما آرام زندگی بکنن. بسیار تشکر، خوش باشید. خوب هستین؟ بخیر بیادر جان؟ زنده باشین، خیر ببینین. تشکر، سال نوتان مبارک. شما مبارک باشه. چطور است وضعیت کاروبارت اینجا؟ دکاندار هستین؟ بله دکاندار یک تن نجیب زراب هستیم. قالین فروشی خوب است، میشه در نمایش بود 3 روز، نمایش 2 روز و 2 میشه است. خوب است، خرید فروش خوب است، سال امروز یک ذره خوب است. یعنی در زمین طولی که نمایشگاه باز کردین فروش بهتر شده؟ بله نمایشگاه شده که 2 روز 3 روز حالا خوب است، هم یک روز 2 روز. بسیار عالی. خب دکان از خودت است یا شریک هستی؟ دکان از خود ماست. خب بریم در داخل و ببینیم که چی ها دارن. نمایشگاه کردیم، یعنی 3 روز بودم شیره نمایشگاه ما، دم 3 روز این آخر دومیش 1 روز مونده. همین نمایش خوب گذشت از ما. اینجا محفل گرفته بودیم، بسیار نفر آمده بود، از خاطرمو نمایش خوب است، بد نیست. دیروز بخی محفل بود یعنی؟ دیروز اینجا محفل بود، بله. خاطرم نمایش در مارکت ما. در داخل مارکت اونجا چی بودن یا این طرف بودن؟ چه قسم؟ داخل مارکت. بازی که مثلا مردم از خارج کشور آمده بودن برای بازی، تلویزیون ها آمده بود یا بله. نه؟ بله تلویزیون آمده بود، کلاگش آمده بود، اونجا کامرامانی کرد، عکس ها رو گرفت، خوب بود. خب باز از این قبل از نمایشگاه باز کردن چه قسمی بود خرید فروشتان؟ کمتر بود یا هیچ نبود؟ نه خرید فروش ما نبود، وقت بسیار بازار ضعیف بود، وقت فروشات نداشتیم ما. خب یعنی در پیش سال نو در کلا فروشات زیاد میشه، یعنی خرید فروش زیاد میشه. از شما هیچ تغییرات نامده بود تا قبل از نمایشگاه؟ نه تا قبل از نمایش خود تغییرات نامده بود، بیخی بازار ما خراب بود، کسی نمیومد قالین خریدن، بیخی نمیشد دیگه قالین فروشی جواب داده بود بیخی. خب باز شما چه قسم مثلا دورانی که جمهوریت بود زمان باز خرید فروشتان بهتر بود تا اینکه امارات آمده؟ جمهوریت بود، خرید فروش ما زیاد بود، خرید میکردیم فروش میکردیم، کاروبار ما خوب بود. خب در مورد از بگوین که شما مثلا امی قالینایی که میارین از کدام ولایت ها میارین؟ یعنی شما مشخصا یگان جای مکانی مشخص دارین که شاگرد دارین مثلا اونجا موافقن برای شما روان منه یا که خودتان؟ اونجا ما کارخانه داریم، 10 نفر 20 نفر کارگر داریم، اونجا رنگ آمیزیش میشه، نقشش میشه، واپنده اونجا داریم، طرفای اخچه، مزه، اخچه، اندخوی، طرف شمال ما واپنده زیاد داریم، توزیعات زیاد داریم. اونجا مثلا فابریکه است دیگه در کلا؟ فابریکه یک شرکت است و شرکت حاجی محمدالله غیبی به نام شرکت است، اونجا شرکت ما قالین واپی داره. خب باز اونجا یعنی شما پشم خدمت مردم قرار میدین؟ خدمت از اون نفرایی که اونجا کار میکنن اونا باز تهیه مونن قالین یا که اونا خودونش مثلا مو بافن و مراحل مونن برای شما روان مونن شما اینجا بفروشین؟ ما اونجا تارش جور میکنیم، رنگ آمیزیش میکنیم، کل چیز خلاص میکنیم، با تار به صاحب قالین باف میتیم، توزیع میکنیم، قالین باف میبافه برای 6 ماه، برای یک سال یک قالین ما رو میبافه میاره ما تسلیم میده. خب باز این اندازه مشخص داره مثلا شما قرارداد میدین که 6 ماه مثلا 1 سال تمام کنه یا که او هر وقت تمام شد؟ هر وقت تمام شد نسبت به قالین باف سعی میکنه 4 نفر باشه زیاد بافته میشه، کم باشه کم طول میکشه و 6 ماه 4 ماه را یگان تاش 1 سال وقت میگیره. بسیار عالی. خب چیزی گفتنی باشه؟ زنده باشین، خیر بینید، از آمدنتان بسیار خوش شدیم، تشکر، زنده باشین. بخیر باشین. خب چطور هستین بیادر جان؟ خوبین؟ بخیرین؟ سلام، خوب هستیم، جانتان جور است. تشکر، سال نوتان مبارک. از شما مبارک باشه. نامیتان؟ محمد آرون. محمد آرون جان، شما اینجا دکاندار هستین، چطور است وضعیت کاروبارتان؟ بله، یک تن از دکانداران نجیب زراب هستم. بازارها خوب است. اولا در تمام افغانستان یک تحولات جدید آمده، بازارها نسبت به سابق کم شده ولیکن ما راضی هستیم، شکر است، خوب است. خب باز شما این قیمت از این قالین‌ها چقدر است که شما میفروشین؟ متروار است یا ای که اندازه
$3 مثلا اندازه خودی قالین میگیرین یا یک فقط مدرازه و چیزایش میگیرین؟ قیمتا کیف فرق میکنه نسبت به کیفیتش. از $50 شروع میشه الا $350 تا $400 مترانه ما قالین داریم. او یم در دلار برابر شد، یعنی از قبل قیمت از نو بالا رفته یا امو قیمت قبلش مانده؟ از قبل که در قیمت ها پایان آمده به خاطر که تار ارزان شده و می خرید فروش قالین کم شده به نسبت امو قیمت ها پایان آمده. خب قیمت ها که پایین آمده باز هم یعنی خرید فروش کمتر شده، یعنی شما دلیل زیر باز چی فکر مانی؟ فعلا ما در افغانستان هیچ کدام خرید و فروش از هموطنان ما صورت نمیگیره. زیادتر ما فروشات در خارج از کشور به مشتری هایی که در خارج از کشور است بر از اونا داریم. خب باز چی فکر می‌کنین در مورد از که مردم چرا نمیخرن از صنایع دستی استفاده نمونن تا اینکه میرن از موکیت و چیزای ساده و پلاستیکی استفاده کنن؟ به خاطر که قالینای ترکی، ایرانی و یا موکیت از قالین افغانی که ارزان تر است. قالین افغانی یک 6 متری از در مدت 3 ماه الی 4 ماه بافته میشه. زحمت از این زیاد است و خاطر امو اونا را ارزان دیده از اونا استفاده میکنه. قالین خوب بگیره چقدر سرش تمام میشه که قالین متوسط و پایین بگیره؟ مثلا یک قالین خوب بگیره یک 20 متر در خانهشان $4,000 $3,500 تمام میشه و اگر متوسط بگیرن یک 20 متر براشون $2,000 الی $500 تمام میشه. مای گاد خیلی قیمت شد. خب چیزی گفتنی باشه بریم ده ها منزونش فرار کنم. تشکر، زنده باشین، خوش آمدید. بخیر باشین. از روی دل دوباره رسیدیم در اخیر برنامه و اینکه امیدوار هستم خوشتان آمده باشه. اینکه ما در نمایشگاه قالین و همچنین صنایع دستی وطن خود آمده بودیم و همونطور اینجا کلا تولیدات وطن بودن. تا برنامه بعدی و اینکه بخوایم یک جای قشنگ و دیدنی بریم. الله نگهدارتان.